بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان گرامی. به کانال خودتون، کانال فکت استار، خوش آمدید. ما در این کانال به بررسی برخی وقایع تاریخی و مذهبی که کمتر در موردشون گفتگو شده صحبت خواهیم کرد و پرده از برخی واقعیت‌ها برخواهیم داشت. در این ویدیو قصد دارم یکی از شهدای گمنام و مظلوم کربلا که کمتر در مورد او اطلاعات دارید رو به شما معرفی کنم. تا پایان ویدیو با من همراه باشید. همچنین اگر به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستید، کانال من را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فعال کنید. بریم برای ادامه ویدیو. از جون با عنوانهای جریره، جریر، جون ابن جوی، جون ابن هریر و خون ابن هوی نیز یاد شده است. جون غلامی سیاه و اهل نوبه سودان بود. امیرالمومنین علی علیه السلام او را از فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب به مبلغ 150 دینار خریداری نمود و به ابوذر غفاری هدیه کرد. وی تا هنگام تبعید ابوذر و نیز در تبعیدگاه ربضه در کنار او بود. پس از وفات ابوذر در سال 32 هجری جون به مدینه برگشت و در خدمت امیرالمومنین و سپس در خدمت امام حسن و امام حسین و سرانجام در خدمت امام سجاد علیه السلام بود. جون همراه امام حسین علیه السلام از مدینه به کربلا آمد و در زمره یاران آن حضرت قرار گرفت. در شب عاشورا که امام علیه السلام سلاح خویش را اصلاح می‌کرد، وی در کنار امام بود. گفته شده است که او در سلاح سازی توانایی زیادی داشت. جون روز عاشورا از امام اجازه خواست تا به میدان برود، اما امام به او اجازه نداد و فرمود من به تو عظ می‌دهم که از این سرزمین بروی و جان خود را حفظ کنی، زیرا تو همراه ما آمدی تا به عافیت و خوشی برسی، پس در گرفتاری ما خود را مبتلا مساز. جون گفت ای پسر پیغمبر، آیا سزاوار است که من در زمان خوشی و نعمت نانخور شما باشم ولی در سختی ها شما را تنها بگذارم؟ درست است که بوی بد، نژاد پست و رنگ سیاه دارم، ولی شما بر من منت بگذار و مرا به آسایش جاویدان بهشتی برسان تا بدنم خوشبو، نژادم شریف و رویم سفید شود. نه هرگز، به خدا قسم از شما دور نمی شوم تا اینکه خون سیاه خیش را با خون پاک شما در آمیزم. سرانجام امام به او اجازه میدان داد. جون مشغول نبرد شد و چنین رجز می‌خواند: کیف یری الفجار ضرب الاسود بالمشرف القاطع المهند بالسیف سلطن عن بنی محمد اذب عنهم باللسان والید ارجو بذاک الفوز عند المورد من الاله الواحد الموحد. چگونه می‌بینند گناهکاران ضربت شمشیر مشرفی هندی و بران غلام سیاه را که با دست و زبان از فرزندان پیامبر دفاع می کنم. امید به شفاعت و نجات از یگان شفیع نزد خدای یکتا دارم. به گفته برخی از معاصرین، جون 25 تن از دشمنان امام را به هلاکت رساند، سپس خود به شهادت رسید. و اما زمانی که جون در سرزمین کربلا و در صحرای تفدیده آن روی زمین افتاد، امام علیه السلام در کنار او ایستاد و گفت خدایا صورتش را سفید گردان، بوی او را پاکیزه و خوشبو گردان، او را با محمد صلی الله علیه و آله و سلم محشور کن و میان او و خاندان پیامبر آشنایی برقرار ساز. امام باقر علیه السلام از پدرش امام زین العابدین علیه السلام نقل می کند که پس از گذشت 10 روز از شهادت جون بدن او بوی مشک می داد.
نام جون همچنین در زیارت ناحیه مقدسه نیز آمده است.